دوستان عزیزی که گفته بودن فال کراش بذارم، من براتون فالو گرفتم ولی نتونستم ضبطش کنم. علتشو نمیدونم. 2 نفر رو دیدم که به شما پیشنهاد میدن، نفر اول رو شما رد میکنی و نفر دوم بهت پیشنهاد میده که از نظر مالی وضعیت بهتری داره و استیبلتر هست. این رابطه پتانسیل ازدواج خواهد داشت. ولی کس اول، نفر اولی که به شما پیشنهاد میده، شما خیلی روش نیستی. فکر میکنم که ردش کنیم. با توجه به کارت های تاروت ممکنه ردش کنیم. شما نفر دوم رو انتخاب خواهید کرد که پتانسیل ازدواج خواهد داشت. من همه کارت ها رو جمع کردم چون ویدیو رو نتونستم ضبط کنم و شخص دوم ممکنه شخصی از گذشته‌تون باشه که شما باهاش ازدواج میکنید و این حرکت به سرعت رو خواهد داد. منتظر پیامش باشید، به شما پیام میده.